شوهر اول عالی انصاری کی بود؟ چرا عالی انصاری به بار دوم ازدواج کرده است؟ شوهر دوم عالی انصاری کیست و اجرای آهنگ جدید عالی انصاری با لیلا خان؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند موفق، جوان و ناماشنای افغانستان. عالیه که در میان هنرمندان خانم افغانستان این روزها نامش سر زبان ها است و شهرت هنری خاص برخوردار است. عالیه بعد از اجرای کنسرت در سال 2010 در افغانستان در میان مردم افغانستان شهرت هنری خاصی پیدا کرد، ولی بعد از سرودن چندین آهنگ محلی در سال 2015 در تلویزیون خورشید به شهرت هنری خود افزود و عالی انصاری را در میان هنرمندان افغانستان عالیه ساخت. عالی انصاری در یک خانواده هنرمند دیده به جهان گشوده. برادرانش هم از جمله هنرمندان موفق و ناماشنای کشور می باشد. عالی انصاری در کشور لندن زندگی می کند. عالیه ازدواج کرده بود ولی ازدواج وی موفق نبوده است. از شوهرش جدا شده است. وی اکنون دارای 2 پسر می باشد و با پسرانش در شهر لندن زندگی می کند. عالی انصاری جدیداً تصاویری را در صفحات مجازی خود با لباس افغانی و لباس سفید نشر کرده است که گویا عالی انصاری ازدواج کرده است، ولی تاکنون عالی انصاری درباره حقیقت این ماجرا چیزی نگفته است. ولی همه این را می‌داند عالی انصاری برای چندین برند لباس در کشور انگلیس مدلینگ می‌کند و جدیداً آهنگ عالی انصاری با لیلا خان که 2 روز قبل از طریق چینل یوتیوب باربود موزیک نشر شده است طرف توجه شمار بیشتری از علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است و همه علاقمندان عالی انصاری وی را تشویق و حمایت کردند. ما هم آرزوی سلامتی، موفقیت و کامیابی برای تمامی جوانان کشور بالخصوص عالی انصاری داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان عالی انصاری هم به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.